عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت دوستانم و امیدوارم هر جا که هستید خوب و خوش و سلامت باشید. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و هو خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. شروع می‌کنیم درس هفتم آموزش رخانه قرآن مجید را با تلاوت آیه دوم سوره طلاق که فرمود اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و من یتق الله یجعل له مخرجا. خب هر کسی که تقوای خدا را پیشه کند، یعنی خدای متعال در هر کاری مد نظر قرار بدهد، خداوند برای او در تنگناها محل خروج و برون رفت از مشکلات را قرار می‌دهد. در درس هفتم آشنا می‌شویم با یا مدی یا کسره کشیده، یعنی این علامت که کسره داشته باشد و بعدش هم یا قرار داشته باشد و همینطور آشنا می‌شویم با طرز خواندن حروف الف با این علامت. در درس هفتم هم نیز ما 3 هدف رو دنبال می‌کنیم. اول اینکه می‌خوایم یای مدی رو از نظر شکل و نام و صدا و وجه نامگذاری آن بشناسیم و سپس کلماتی را که داره این حرف مدی باشد یا مدی باشد آن را بسازیم و در مرحله سوم بتوانیم الفبا را به شکل ترتیبی یا اتفاقی با یای مدی بخوانیم و همینطور کلماتی را که دارای یای مدی هست به صورت تفکیکی و ترکیبی بتوانیم بخوانیم. حالا الفبا را با یای مدی با هم میخوانیم ولی پیش از آن بدانید که یای مدی یا این صدای کشیده به این صورت ساخته می شود. این که ما اگر کسره کوتاه داشته باشیم و مقدار کشیش یا مد به آن اضافه کنیم، صدای کشیده کسره یا و یای مدی شکل می گیرد و به وجود می آید. و اما الفبا را با این صدای یای مدی این گونه می خوانیم: ای، بی، تی، فی، جی، حی، خی، دی، وی، ری، زی، سی، شی، سی، وی، قی، وی، عی، غی، فی، قی، کی، لی، می، نی، وی، هی، یی. خب حالا می‌خوایم با یای مدی کلمه سازی کنیم و پیش از آن بد نیست که بدانید که یای مدی با حرف مکسورش که پیش از خودش وجود دارد بخش دو جداگانه از کلمه را تشکیل می‌دهد. و حالا این چنین کلمات قرآنی می‌سازیم: ای با ما با نه می شود ایمان، یا دی با نی می شود دینی، ما با دی با نی با نه می شود مدینین. حالا کلمات قرآنی را جدا جدا با هم می خوانیم با یا مدی، مانند این نمونه: فیها فیها، سنزید سنزید، سبیل سبیل، جحیم جحیم، یتیم یتیم، سنین سنین، سافلین سافلین، شافعین شافعین، صابرین صابرین، صادقین صادقین، ظالمین ظالمین، فاسقین فاسقین، کافرین کافرین، ناظرین ناظرین، یقین یقین، مغیرات مغیرات، میکال میکال،
عابری عابری، لحیاتی لحیاتی، بی‌آیاتی بی‌آیاتی. خب امیدوارم شما هم به این سبک بخوانید و بارها بخوانید تا درست و سریعتر بتوانید بخوانید.